سلام، به کانال تیکوی خوش اومدی. تا حالا شده حس کنی هر چی کار میکنی، هر چی پول میاد دستت، باز قیمت ها ازت جلو میزنن؟ پارسال با 5 میلیون میتونستی یه گوشی بخری. امسال همون گوشی شده 8 میلیون و چه بسا بیشتر. چرا؟ چون تورم همیشه چند قدم جلوتر از ما حرکت میکنه. اما یه خبر خوب، یه عده هستن که با همین تورم پولدارتر میشن. فرقشون با بقیه اینه که بلدن پولشون رو چطور مدیریت کنن و بذارن پول براشون کار کنه. تو این ویدیو میخوام بهت نشون بدم چه کار داشته باشی چه نداشته باشی چطور میتونی از تورم عقب نمونی. ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنی، از ویدیوهای بعدیمون جا نمونید. اول از همه باید بفهمیم تورم چیه. ساده بگم، تورم یعنی با همون مقدار پول هر سال چیزای کمتری میتونی بخری. مثلا پارسال 10 میلیون تومان پول داشتی و میخواستی یه لپتاپ بخری. اگه اون پول رو راکت نگه میداشتی، الان همون لپتاپ احتمالاً 14 الی 15 میلیون شده. یعنی با همون پول بخشی از قدرت خریدت رو از دست دادی. حالا نوسان بازار یعنی چی؟ یعنی قیمت ها مدام بالا و پایین میشن. مثالش دلار یا طلاست. نگاه کن، تو 10 سال گذشته قیمتشون چند برابر شده. هر کی حتی یه مقدار کوچیک خریده بوده از تورم جلو زده. حالا راه حل از تورم جا نموندن چیه؟ سرمایه گذاری. چرا باید سرمایه گذاری کنیم؟ چون تورم پول ما رو میخوره. حالا یه مثال واقعی که بهش اشاره کردم رو دوباره اینجا باز میکنم. فرض کن پارسال 10 میلیون تومان پول داشتی و میخواستی یه لپتاپ بخری. اگه اون پول رو راکت نگه داشتی که الان قیمت لپتاپ خیلی بیشتر شده و بخشی از خریدت رو از دست دادی. حالا فرض کن همون 10 میلیون رو توی یک صندوق درآمد ثابت یا یکی از روش‌های سرمایه گذاری به کار گرفته بودی. حتی اگر سودش زیادم نباشه، حداقل بخشی از تورم رو جبران کرده بودی و شاید حتی رشد هم کرده باشی. حداقلش اینه که به قول عامیانه دلت خوشه که ارزش پولت حفظ شده، حتی اگه سود نکرده باشی. یه قانون طلایی هستش که میگه یا تو پولتو میچرخونی یا تورم برات میچرخونه. و این قضیه هرچند دردناکه، اما متاسفانه ما مجبوریم راه کنار اومدن باهاش رو پیدا کنیم. سرمایه گذاری فقط پول نیست. یادگیری و تجربه به دست آوردن هم یه نوع سرمایه گذاریه. هر چی زودتر شروع کنی بیشتر یاد میگیری، اشتباه کمتر میکنی و اعتماد به نفس مالیت بالاتر میره. حالا استراتژی که برای شاغل‌ها خیلی عامیانه است اما خیلی از افراد هنوز اونو اجرا نمی‌کنن چیه؟ بریم تا با هم در موردش صحبت کنیم. اگه درآمد ثابت داری کارت راحت تره. اول از همه بودجه بندی رو جدی بگیر. یکی از معروف‌ترین روش‌ها قانون 50-30-20. به این صورت که 50% برای هزینه‌های ضروری مثل خوراک، اجاره، قبض‌ها، پوشاک و از این دسته. 30% برای هزینه‌های اختیاری مثل تفریح، خرید و یا هزینه‌های جانبی زندگیته. 20% برای پس‌انداز و سرمایه گذاری. این 20% رو به سرمایه گذاری اختصاص بده. البته نه فقط بانک ها. گزینه‌های سرمایه گذاری میتونن خیلی زیاد باشن. میتونی با توجه به شناختی که از خودت داری هر کدوم از این راه‌های سرمایه گذاری رو انتخاب کنی. اگه بخوام چند تا مثال برات بزنم، صندوق‌های سرمایه گذاری درآمد ثابت که ریسک کمتری دارن، سود بالاتر از بانکی بهت میدن. یکم این که صندوق‌های مختلط یا صندوق‌های سهام کمی ریسکشون بالاتره ولی سود بلند مدتشون معمولاً بیشتره. مورد سوم که اصولاً اکثر ما ایرانی‌ها به این سمت گرایش داریم و روی این مورد تمرکز می‌کنیم، سکه و طلا هستش. بهترین پوشش برای تورمه. و مورد چهارم هم سرمایه گذاری روی خودت یا کسب و کارت. خرید ابزار کار، یادگیری مهارت‌های جدید، شروع یه پروژه جانبی هم اینا همه میتونه سرمایه گذاری محسوب بشه که روز به روز تو رو به هدفت نزدیک‌تر میکنه. نکته خیلی مهم اینه که همه پولتو یه جا نذار.
به این میگن تنوع سرمایه گذاری و ریسک رو کم میکنه. اگه بخوام یه مثال واقعی برات بزنم، یکی از دوستان با 20% درآمد ماهیانش صندوق درآمد ثابت میخرید، 5% سهام و 5% طلا. بعد از 1 سال دید که حتی وقتی بازار نوسان داشته ارزش سرمایه‌اش رشد کرده و از تورم عقب نمونده. حتی اگه درآمدت کم باشه شروع کن. مهم این استمرار و انضباطه هستش، نه اون عدد بزرگی که قراره سرمایه گذاری کنی. اگه درآمد ثابت نداری چی؟ باید دست رو دست بذاری؟ نه. بذار مثال خودم رو بعد بزنم. قبل از اینکه کسب و کار خودم رو راه بندازم، از مقدار پول تو جیبی که میگرفتم میومدم یه مبلغی رو کنار میذاشتم و گاهن اگه میدیدم که نیازی به این پول ندارم، هزینه‌های اضافی برای خودم نمیترشیدم. میومدم اون پول رو پس انداز میکردم. مثلا اگر 1 تومن اختصاصی من در ماه بود، گاهی اوقات 50 الی 60% این پول رو کنار میگذاشتم. هر ماه که کنار گذاشته بودم، آخر سال دیدم خیلی راحت میتونم باهاش یه تیکه کوچیک طلا یا سکه بگیرم. خب هر سال این روند رو انجام دادم. بعد از اینکه کسب و کار خودم رو هم راه انداختم، 1% ثابت از درآمد ماهیانم رو کنار گذاشتم تا باهاش سرمایه گذاری کنم. و به مرور به چشم دیدم که چطور پولم ارزشش حفظ شد، سرمایه من با تورم رشد کرد و خب من کلی تجربه به دست آوردم. تو هم میتونی 5 الی 10% هر پولی که بهت میرسه رو کنار بذاری، یا اینکه بری سراغ صندوق‌های سرمایه گذاری یا خرید طلا با مبالغ خیلی کم. و گزینه بعدی هم اینه که روی خودت سرمایه گذاری کن. یه مهارت یاد بگیر، مثل طراحی، تولید محتوا، برنامه نویسی، زبان خارجی و یا هر چیزی که روز به روز بتونی باهاش آینده‌ت رو تضمین کنی. حتی مبالغ خیلی کوچیک اگه منظم باشه بعد از چند سال نتیجه‌های بزرگ میده. خیلی هم میگن که ما خب حتی پول تو جیبی هم نداریم، اما شما یک سری هزینه‌های جانبی ماهانه دارید که حالا یا توسط همسرتون یا پدر و مادرتون براتون خریداری میشه، مثل پوشاک، خوراکی، هزینه‌های حالا آرایشگاه و از این قبیل. میتونه خیلی راحت اینجا هوشمندانه وارد عمل بشین و بتونید از این پول نهایت استفاده رو ببرید. حالا چطوری؟ اگه بخوام خودم رو براتون مثال بزنم، من خیلی اوقات وقتی که میخواستم برم خرید کنم، از تنقلاتی که واقعا نیازم نبود ولی خب چون رفته بودم سوپرمارکت و دیده بودم و دلم میخواست، میگذشتم خیلی راحت. مثلا هزینه آب میوه‌ای که خب 60,000 تومان بود رو من نمیخریدم، اما هزینه این رو درخواست میکردم. این که الان میدیدم موقع خرید کفش نو برای خودم، اما این پول رو کنار میذاشتم و همون کفش قبلی رو بهش رسیدگی میکردم با یه هزینه جزئی و چند ماه بیشتر میپوشیدمش، ولی میدونستم که هزینه اون کفش رو برای سرمایه گذاری ذخیره کردم. مسلماً این راه خیلی زیاده و اگه بخوام براتون مثال بزنم میتونم تا صبح براتون مثال بزنم، اما شما با توجه به شناختی که از خودتون دارین و روند زندگی روزمره‌تون باید تصمیم بگیرین که کدوم هزینه ها رو حذف کنین. و اما موضوعاتی که مکمل صحبت‌های من تا الان هستش، سواد مالی. قبل از هر سرمایه گذاری یاد بگیریم پول چیه و ریسک چیه، که این دوتا خیلی مهمه که بتونه مسیر رو برای ما روشن‌تر کنه. مورد بعدی، اثر مرکب. سود روی سود. حتی مبالغ کوچیک با گذر زمان رشد زیاد پیدا میکنه. نیازی نیست بگی که خب حالا این ماهانه 100,000 تومان یا ماهانه 1,000,000 تومان کنار گذاشتن میتونه چی برای من داشته باشه، و با همین فکرها کاری کنی که همون مقدار رو هم پس انداز نکنی و آخر سال پشیمون بشی. رفتار بازار. بیشتر مردم در اوج میخرن و در ریزش میفروشن. یاد بگیر عکس این رفتار کنی و اگر این مورد رو بلد باشی مسلماً خیلی زودتر از بقیه افرادی که تو این حیطه سرمایه گذاری کردن تو میتونی موفق تر باشی. درآمد دلاری. درآمدی که وابسته به پول ملی نباشه، مثل فریلنسری بین المللی یا بستری مثل یوتیوب یا اینکه فعالیت کردن توی سایت‌های خارجی. اگر محصولی داری میتونی به صورت بین المللی بفروشیش، حتما روش فکر کن و براش برنامه‌ریزی کن
و خیلی راههای دیگه که اگه وارد این هیته بشی میتونی مسلما یکی پیداشون کنی و اون گزینه‌ای که مناسب خودت هست رو انتخاب کنی. و اما اشتباهات رایج و تله‌هایی که ممکنه توی این مسیر انجام بدی، مواردی که باید ازشون دوری کنی اینه که دنبال سیگنال بدون دانش نرو. نبین که خب فلانی الان داره میخره پس منم باید برم بخرم، فلانی داره میفروشه پس منم باید برم بفروشم، یا اینکه فلانی داره اونجا سرمایه گذاری میکنه پس منم باید برم همونجا سرمایه گذاری کنم، به همون روش سرمایه گذاری کنم. مورد بعدی اینه که همه پولتو یه جا نذار. با هیجان تصمیم نگیر. فکر نکن باید پول زیاد داشته باشی. شروع با مبالغ کوچیک خیلی خیلی بهتره و اینکه خیالت راحته و مسیر رو بهتر یاد میگیری. حالا بریم سراغ جنبندی ویدیو. تورم همیشه هست، اما ما میتونیم ازش جلو بزنیم. شاغل باشی یا نه، با هر مبلغی میشه شروع کرد. مهم انضباط و یادگیریه. تو از کجا میخوای شروع کنی؟ سرمایه گذاری مد نظرت چیه؟ توی کامنت ها برامون بنویس که بقیه هم ایده بگیرن. اگر این ویدیو برات مفید بود ممنون میشم که لایک کنی. این ویدیو رو برای دوستاتم بفرست تا جرقه‌ای بشه که از تورم عقب نمونه. دوستتون دارم. ممنونم که تا اینجای ویدیو با من بودین.